عرض سلام دارم خدمت خواهرام و برادران عزیز. خوشبختم دوستان عزیز که امروز در جوار شما هستم. واقعا صحبت‌ها بسیار عالی بود، من لذت بردم چون صحبت‌ها از دل و جان گفته می‌شد. مولانا هم در جای میگه خوشتر اون باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. صحبت‌هایی که بانو رقیه کردن، بانو فریبا خانم کردن، فامیلیتون یادم نمیاد، دوستان دیگرون کردن، بسیار عالی بود دوستان. همین صحبت ها یه نکتهشو که بگیریم تا آخر این سرنخ شما رو میبره. دقیقا همین جوریه. منتها در صورتی که باورش کنیم و دست به یک کار بزنیم. نگاه کن، انسان تا حرکت نکنه هیچ تغییری رخ نمیده. بزرگان میگن تا توانی می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. مرتبات شخم بزنی، بس بکاری، نهال بذاری تا گل بده، شکوفه بکنه و درونت بیدار بشه. لازم نیست که حتما تحصیلات آکادمیک داشته باشید، کلاسیک داشته باشید. مثل این دوستون که الان صحبت کردن رفتن، شما کافی دست به عمل بزنید دوستان. ما اینجاها جمع میشیم در سراسر کشور برای پیشگیری، خیلی راحت و ساده، اسم خاصی هم روش نمیذاریم. ما میخوایم آنچه که از بدنمون باقی مانده بتونیم ازش لذت ببریم، کشف کنیم، شهود کنیم، خودمون رو پیدا کنیم، طبیعت و اطرافمون و گذشته خودمون رو با خودمون مقایسه بکنیم، فقط با خودمون، و ببینیم که اصلا چه خبر هاست، کی بودیم، کجا بودیم، چی رفتیم. ساعتی در خود نگر تا کیستی، از کجایی، چیستی، از کیستی. باید اینو بدونید دوستان. من باید بدونم که برای چی از دوره راهنمایی تا آخر دانشگاه مرتب اینجا میسوخت. اینو باید بدونم، باید یاد بگیرم و بدونم واقعا برای چی این همه مویی که داشتم ریخت پایین. باید بدونم که 4-5 تا دندونم برای چی خراب شده. هر کدوم از شما با هر نقصی که در بدنتون هست باید دلیلشو بدونید. ما نباید خالی خالی از اینجا بریم. بار سفر وقت خواستیم ببندیم، بدونی که آرزو به دل باشیم، بدونی که ناآگاه باشیم، باید راحت راحت بریم. کلی هم اطلاعات داشته باشیم، تجربیات مفید داشته باشیم. مثل این دوستانی که صحبت کردن، ما دست به قدم میزنیم، دست به قدم ور میداریم و حرکت آغاز میکنیم. الان به عنوان نمونه، به عنوان پیشگیری دوستان، ما الان فصل پاییز، تقریبا هنوز زمستانه، فصل انجماده، فصلی که بدن قبض میشه، دستگاه گوارش کوچکتر میشه، عملیات ما کمتر میشه، کمتر عرق میکنیم، بدن ما انعطافش هم مثل تابستون و بهار نیست. بنابراین در این فصل باید کمتر بخوریم. این روزا ببینین انسان از قدیم تا حالا درگیر همینه. پاییز که میشه آبریزشی بینی دارن، سرفه دارن، عطسه دارن، سمجدایی پاییزه دارن، اسمشو میذاره آنفولانزا، افغانی، خوکی، مرغی، نمیدونم کرونا هست، اینه اونه. خب بدن به هم ریخته است، تو مرتب پرش میکنی، این سفت قبض، بقیشو میرزه بیرون دیگه، بقیشو نمیخوام. نصفش آب دهانت میاد رو بالش، بس یه مقدارش دارم ته گلو تلق میشه، دقیقا همونه، کف پا داغ میشه، بدنت شوره میزنه. معنیش همینه دوستان، چیزی دیگری. پس بهترین پیشگیری این دوستان که ما هر فصلی رو بشناسیم. ما باید یاد بگیریم که در این فصل یه مقدار از بدنمون محافظت کنیم. اولا با حرکت گرمش کنیم، چون وقتی که شما هیچ حرکتی نمی کنیم، به ویژه بانوان عزیز، قاران محترم، چون متاسفانه جامعه ما جامعه جهانی نمیذاره خانمات بیشتر حرکت کنن، بنابراین پمپاژ قلب کمتر میشه، نبض کمتر میزنه، بدن مرتب سرده، چون 26 ثانیه بعد از اینجا خون بره همه جا و بیاد. وقتی که حرکت نکنی خون خیلی دیر میره، خیلی دیر میاد، بنابراین گرسنه نمیشی، مرتب بدنت سرده، زودتر روماتیسم میگیری، سر حال نیستی، فرش نیستی، تازه نیستی، چون اکسیژن هم نمیاد. وقتی که حرکت میکنی اکسیژن میاد، اعتماد به نفس میره بالا دوستان. این خیلی مهمه.
پس ما برای پیشگیری دوستان باید حرکت کنیم. برای خودتون یه تایم بذارین روزانه، 1 ساعت، نیم ساعت، 2 ساعت، کمتر یا بیشتر، حتما حرکت کنید. به ویژه عزیزانی که مرتب توی خونه هستن، سر کار تو اداره هستن یا مرتب رانندگی میکنن، واقعا نیاز به حرکت دارن. چون این 206 استخوان، 650 عضله مرتب بایستی به هم گرفتار بشه، درگیر بشه، به چالش کشیده بشه تا ما اعتماد به نفسمون بره بالا. شما وقتی که میرقصی، وقتی که حرکت میکنی، وقتی که قوس میری، وقتی که آروبیک کار میکنی، وقتی میرین کوه و در و دشت، اعتماد به نفسمون میره بالا، چون اکسیژن بسیار زیادی میاد. الان ما مثلا وقتی که میریم تو کوه در و دشت، صبح اولا که همه میان به نوعی خمیازه میکشن، خوابالود هستن، ولی بعد از ظهر همه سر حال. یعنی 1 ساعت 2 ساعت که راه میریم، واقعا هوای طبیعت، ساره درختان، صدای پرندگان، خاک، گل، زمین، همه چیز بدن رو کلا تازه میکنه. بزرگان میگن که بریم رو زمین دراز بکشید دم رو، همه مشکلات رو بدیم بریم مادر زمین، کف پای برهنه بریم روی زمین، چون گهواره اصلی ما اونجاست. جنس خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. اینجوری دوستان الان عزیزان در این مسیر که هستین، میدونم همینجور هم که دوست مای گلزار گفتن، حسین آقا گفتن، با چالش های روبرو هستیم. یکی داره حرکت میکنه، شوهرش ممکنه همه چیز خارج، یه شوهری کار میکنه ممکنه خانه‌ش همه چیز. اینجا تنها چیزی که به دادتون میرسه عشق دوستان. چجوری؟ شما بلافاصله خانم اعتراض میکنه، در آغوش میگیرش، یه صحبتی بکن، یه جایزه براش بگی، ظرفاشو بشو، لباسش اتو بزن، یه کاری بکن که نگی تو داری میمیری. بخندی، حرف بزنی، اینا رو به آغوش بکشی، چه پسرتون، چه دخترتون، چه دوستتون، هر کسی هست، تا ببینن که شما انرژی دارین دیگه. اینجوری که نمیشه. بله سکوت کاملا درسته، یک سفر درونی آغاز میشه، ولی بعضی جاها باید زبان بگشایی. متوجه هستین؟ حافظ میگه بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم چی؟ که از آتش درونم، یعنی کلا جوری که از آتش درونی من قبرم آتش میگیره، شعله میکشه. بنابراین ما در این مسیر دوستان بایستی بنابراین اون چیزی که میگیم اینو به عمل در بیاریم. درسته مشکلاتی هست بالاخره، گاهی وقتا کسایی میان اینجا خب بیمار بوده، خیلی هم دیر شده، ممکنه 6 ماه، 1 سال، نیم، 10 روز دیگه بیفته بالاخره بمیر، فرق نمیکنه، یه مرد باشه. این تقصیر اینجا نیست، تقصیر خامگیاخواری نیست، دیر شده بعدم خراب شد. بنابراین باید پیشگیری کنیم دوستان. خب ممکنه ما مرتب در طول روز خمیازه میکشیم، برای پیشگیری که خمیازه نکشیم چیکار کنیم؟ باید شبها خوب بخوابیم. چجوری خوب بخوابیم؟ در صورتی که معدت آرام باشه، در صورتی که معده سبک باشه، در صورتی که جسمت خسته باشه. به این میگن پیشگیری. پیشگیری کنیم که دوستان ادبیاتی که قبلا داشتیم در گفتگوی روزانه اونجوری نباشه. ما قبلا همینجور که دوستان گفتن خب خیلی دروغ میگفتیم، پنهانکاری میکردیم، منیت داشتیم، چشمم چشمی داشتیم، توی ترافیک گیر میکردیم، صحبتهای بدجوری میکردیم، توی صف می‌خواستیم بزنیم جلو و هزار تا مشکل دیگه. این موارد عزیزان ما باعث رعایت کنیم. از نو در کنار تغذیه طبیعی عزیزان، در کنار تغذیه طبیعی ما باید گفتارمون هم عوض بشه، صحبتامون هم باید عوض بشه. خیلی باید ساده زندگی کنیم دوستان. دیگه نخواهیم که همش جمع کنیم، همش انبار کنیم، همش بخوریم. اینا بدن رو خراب میکنه. و همونطوری هم که دوستان گفتن، بهترین چیز برای انسان امروزی که بتونه از این همه مشکلات واقعا نجات پیدا کنه، اکثر اوقات معده خالیه. معده را خالی ز خورد و خوار کن، بعد از آنش با فلک انباز کن. یه گرگ گرسنه 50 تا انسان حریفش نمیشه، چون فوق العاده قدرتمنده. ولی همون گرگو
بهش بده بخوره سیر بشه، بعد راحت میتونه اصلا سوارش بشه، خیلی راحت. انسان هم وقتی که زیاد میخوره، پرخوری میکنه، چه در پخته‌خواری چه در خامگیاخواری، حالا هر تیزیش که باشه، بلافاصله کسل میشه، بیرمق میشه، پوستش عوض میشه، جور دیگری میشه، سخنانش انرژی نداره، جذابیت نداره، مغناطیسش افت میکنه، نمیتونه کسی رو جذب کنه، اصلا نمیتونه افرادی که داره باشون صحبت میکنه یک چیزی بهشون که در وجودشون رخنه کنه. این خیلی مهمه دوستان، این موارد باید دقیقاً رعایت کنیم و در این جلسات دوستان باید همیشه حضور داشته باشیم. ما هزاران سال بهمون گفتن ناهار بخورین، برنج با نون بخور، نون با حبوبات بخور، اینو با گوشت بخور. تمرین کردیم، قوی شدیم، یاد گرفتیم. برای این مسیر هم باید تمرین کنیم. شما هر روز صبح آبو بنوشین، حالا 1 لیوان 2 لیوان بسته به شما داره، 3 لیوان هر روز صبح به جای اون چایی، مثلا حالا اون که چای خوره نمیخواد کنار بذاره، یک گل گاو زبونی بخور، ولی هر روز تکرارش کن که چای یادت بره. و اگر خواستی کلا بذاریش کنار، به جاش آب هویج بخور. و اصلا صبح دوستان بذارین گرسنه بشین. درد بزرگی، باور کنین هزاران مشاوره داشتم، اکثر اوقات مردم از دست‌ها گوارش مینالن، چون یاد نگرفتیم گرسنگی چیه. طرف خامگیاخواره، خب بسیار عالی، میوه خواره، ولی نمیدونه کی بخوره. ما تربیت نشدیم به لحاظ خوردنی دوستان، اصلا یادمون ندادن. طرف صبح بلند میشه، طبق معمول سفره رو پهن میکنه، یه فلاکسی قدری میاره یا یه سبد میوه میاره، هیچ کدومشون گرسنه نیستن. خب اینو باید رعایت کنی. اصلا معنی نداره انسان چیزایی به اسم 3 وعده و پس وعده و میان وعده و صبحانه و نهار شام، یک چیزای من درآوردی مال انسان دوستان. تمام کارهای انسانی رو تو شک کنید دوستان، تمام اینا اغلب از غرب اومده، حالا اونم دیگه از مشکلاتی دیگه. رفتار غذایمون دوستان باید اصلاح کنیم. هیچ وقت برای به اسم ناهار خونه نریم. اگر گرسنته برو خونه برای غذا خوردن، نه چون ساعت 12 یا 1. این خیلی خطرناکه دوستان، خیلی واقعا آدم بیمار میشه. خیلی اصلا بلد نیستن چجوری سالاد بخورن. این قد سالاد میخوره، خب نفخ میکنی، ترش میکنی، به هم میریزی، اصلا حوصله کسی رو دیگه نداری، بدنت هم روز به روز خرابتر میشه، چیزی نداره برای دیگه. خب فردی که قد میخوره دوستان، بدنش اصلا روز به روز تکیده تر میشه، چون بدن مرتب انرژی مصرف میکنه برای هضم غذا. باید کم بهش بدی که سریع بتونه هضم، جذب، دفع و چرخه متابولیسم رو طی کنه، بشه انرژی، بشه قدرت، بشه شادابی. کلا یک انسانی که تو این مسیر دوستان بعد از مدت‌ها دیگه بدنش واقعا بیدار میشه، خیلی چیزها رو نمیتونه بپذیره، به خصوص مسائل اجتماعی رو. بنابراین اطراف ما امواج منفی زیاد است، گفتمان بد زیاد است، بالاخره غذای بد زیاد است، خیلی چیزا بد است. ما بایستی بدونیم اینا رو بپذیریم، چون خودمونم همینجوری بودیم حدوداً. نمیخواد با اینا بجنگیم، چون فایده نداره، پایانی هم نداره. تمام بزرگانم گفتن جامعه بشری اینجوریه و از زمانی هم بیشتر شروع شده که انسان آتش داشته، پخته‌خوار شده، همه چیز با هم خورده. دوستان کسانی که همه چیز در هم بر هم میخورن، افکارشون در طول روز مغشوشه، دمدمی مزاجه، هر لحظه یه سازی میزنه. صبح پر انرژی، ظهر جون نداره، صبح میخنده، بعد از ظهر بد اخلاقه، شب کابوس میبینه، صبح بد و بیرا میگه، چون همه چیز در هم خورده. همه چیز در هم و بدن من نوعی قبول نه، اصلا نمیشناسه، نمیدونه چی کارش کنه. پس دوستان حتی در خامگیاخواری و در میوه‌خواری، حتی اونایی که پخته میخورن، همه چیز با هم نخورید. من تو کتابم برای اونایی که همه چیز میخورن اصلا اینجا نمیانه، نمیدونم چیه، گفتم لااقل ساده بخورید. باور کنی الان امروز یه نفر اومد، یه دری بود برای خونه ما درست کنه، بعد دیدم یه نفر خیلی کتکلو بزرگه، یه آدم باریکی هم همراشه. بعد گفت این پسرمه. گفتم این فکر کنم 28 سالشه. گفت نه 17 سالشه. پس ببینیم بدن وقتی اینجوری میشه، من این نوعی پیرتر به نظر میرسم دوستان.
به جای 17 ساله ما میگیم 30 سالشه، 28 سالشه. چون بدن داره تاریخ مصرفش تموم میشه، مسیرها و کانالها داره پر میشه، عمر مفیدش تمومه. به میگم پیری زودرس، پیری پیرچشمی، یاسگی زودرس، تمامش با هم اینجوری دوستان. پس این بدن رو باید ساده بهش بدیم. حالا که میخوای پخته بخوری، میخوای گوشت بخوری، گوشت رو تنها بخور، فقط با سبزی و سالاد، لااقل 70% مشکلات همینجا حل میشه. میخوای نون بخوری که امیدوارم هیچ کس نون نخوره، نون رو تنها بخور. چرا با کره و مربا میخوریش؟ چرا با آش میخوریش؟ چرا با کله پاچه میخوریش؟ چرا با پنیر و چای میخوریش؟ و یه دلیلی دوستان، چون نمیتونی نون رو تنها بخوری، داری دروغ میگی به خودت، داری سر ذهنت کلاه میذاری، ولی سر سلولات و استخوانات نمیتونی کلاه بذاری. چون 10 سال بعد اینجوری میشی، بعدش واکر به دست میشی، بعد عصا به دست میشی، بعدش کفش طبی بهت میدن، بعدش آرتروز میگیری و سرانجام قوری گنگو زده میشی، خاک و یا دیابت میگیری، دست و پاتو قطع میکنن. پس دوستان باید ساده بخوریم. طرف میخواد یه آشی بخوره، دیدی آش صبحگاهی، لوبیا توشه، عدس توشه، نخود توشه، ماکارونی توشه، پیاز داغ توشه، نمک روغن توشه، بعد میارن با نون سنگه کنجد زدم اینو میخورن. خب اینو کی هضم میکنه؟ اگه بریزیش تو تراکتور جام میکنه. انسان هم متاسفانه اینجوریه، هممون اینطور دوستان بیمار شده که امیدوارم خانم ها به ویژه، چون خانم ها مدیران پنهان خانواده هستن، من میدونم خیلی قدرتمندن ولی فرصت رشد نیافتن. خیلی کارا میتونیم بکنیم. اولین کاری که میکنین عزیزان، تو غذاهای پختنی که درست میکنین نمک نریزین، یا اگر ریختین کم باشه تا با حرص و ولع همه رو نخورن. روغنش یا حذف کنین یا کم بریزین یا آبدار برش دارین که این همه دوربریان نخورن. خیلی راحت این کارها رو میشه انجام داد، چون عزیزانتون نباید بیمار بشن بیفتن رو دست شما. اینجوریه دیگه دوستان، خیلی کارا میشه کرد. ممکنه کسی اصلا نخواد خامگیاخواری کنه، اصلا نمیدونه چیه، لااقل تو پختنی ساده بخور. اگر بتونین مواد دامی رو بذارین کنار که کمک بسیار بزرگی به کره زمین کردین، چون هدف فقط خودمون نیستیم دوستان. ما الان تو این شهر هزاران داروخونه، سوپرمارکت، فست فود، کافی شاپ، دکتر، دارو هست. خب خود اینا خیلی بیماریزا هست دوستان، از صبح تا شب. وقتی که ما مواد دامی بره کنار، همینجور که دوستان صحبت کردن، خیلی از مشکلات حل میشه. دیگه استخونا پوک نمیشن، اسفنجی نمیشن. گیاهخواری کنی، باز همون گیاهخواری هم باید ساده باشه. میخوای برنج بخوری، باید کمی سبزی و کدو گوجه بادمجون بخورش، نه توش سیب زمینی و لوبیا و گوشت بریزی لای پلویش کنی. میخوای با چیزای دیگه بخوری، میخوای یه خورشی رو بخوری، فقط خورشه رو تنها بخورین دوستان. اصلا کافیه خودمون پختنی یکیش بسه، نه همه چیز با هم. میخواین خامگیاخواری کنین، خب بسیار عالیه. تو خامگیاخواری هم هر چی که میتونین ساده بخورین. حالا اوایل ممکنه سختتون باشه یه خورده، ولی بعد یواش یواش سادهش کنین، خیلی کمک میکنه دوستان. باور کن پروازتون شروع میشه. الان دوستمون که صحبت کردن رفتن گفتن که چاکراتون باز میشه، نادیا باز میشه، بافت هاتون دوستان رشد میکنه، اکسیژن میاد، قلب درست کار میکنه، دریشاش درست باز و بسته میشه، کلا چشم ما بهتر مثل آینه میبینه، مغز فرمانبریش بیشتر میشه. تمام اینا قدم به قدم رخ میده. منتها باید انجام بدیم. ولی چجوری؟ خب ما از اینجا الان که میریم بیرون دوستان، همینطور که دوستون گفتن بوی غذا میاد، پاشنه پاتون شل بشه. نباید بشه دوستان. همینجاست که یه کار باید بکنیم دوستان. اینجا یک کاری هست، یه نفر میاد به دیدار شما، اونو باعث به آغوش بگیریم. اون بهش میگن درد. آموزگار معنویه. درد آمد بهتر از ملک جهان، درد باید درد. اینو مولانا میگه. بنابراین وقتی که بوی غذای پختنی میاد،
شما خامگیاخواری و نمیخوای بخوری، باید یک سری سیاست ها و هنرمندی ها بلد باشین دوستان. توی یه جمعی هستی ممکنه یه مطلقی هم بهت بگن، شما برو ظرفا رو بشور، تون تون پذیرایی کن، خشو بشکن، حرف بزن، بخند، یه مجلس شادی و رقص آوازی برپا کنید که شما توش محو بشی، نه اینکه تابلو بشی توش، منزوی بشی بری اونجا بشینی. خیلی بدجوره. و همینطور عزیزان ممکنه بوی اون کباب، بوی اون پختنی شما را تحریک کنه. شما باید درد بکشی دوستان، درد رو با آغوش میکشی، ولی خاصیت ذهن اینجوریه که شما بعد از نیم ساعت دیگه خوشش از این درد نمیاد، درد دلیت میشه، میریزه پایین و شما راحت میکشید. بنابراین درد رو بپذیرین دوستان. تا درد رو نپذیرین حریف خودتون نخواهید شد. از این طرف درد رو میپذیرین، از اون طرف برای که منزوی نشین از سلاح عشق استفاده میکنین. سلاح که نمیتونیم بگیم از گلبرگ عشق استفاده کنیم. حافظم میگه تا حتی قرآن هم که حفظ کنی، تنها چیزی که آخرالامر به دردت میخوره عشق. عشقت رسد به فریاد، گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. سپاسگزارم دوستان که گوش کردید.